مرحمت جناب. مرحمت. الو سردارم، پیسگار از کلیسا میبروید. چیکار کنم؟ دخالت نکنید، از پسش دیگر گروه میرود. اطاعت سردارم. گوش میکنم آقای مظهر. پیسگار از کلیسا برآمده است. از پسش روید. احتیاطکارانه او را تعقیب کنید. خوب شده از سردارم. حالا از پسشون هستیم. با تمام گروهی در نزدیکی بوده امون در ارتباطیم. سردارم چیکار کنیم؟ پیسگار را دستگیر کنیم؟ نه، این کار را نکنید. او را تا جایی رفتهش تعقیب کنید. بعد میبینیم. خوب شده از سردارم. زودتر مسافر را نگاه داشته ماشینشان را تعقیب کن. باز چرا با ما نقل نکرده؟ چیزی نیست که نقل نکرده باشم. اما اگر چیزهایی نپرسیده تو باشد پرس، جواب دهم. با من بیایید. ما کمی با بران صحبت کنیم. اینطور باشد من میپرسم بران. پیسگار چرا از داخلی کلیسا برآمد؟ انا این خیلی مهم است. چرا مهم بوده است؟ یا اینکه از ترکیه میگریزد؟ فکر نمی کنم. او با تشکیلات مناسبتی آشکارا ندارد. زنده بودن ما را هم نمیداند. یعنی حاجت به گریختن نیست. خیر، به کجا رفته میتواند؟ به بلای عظیمی گرفتار شده اید آقای مظهر. چه گفتن میخواهی؟ آشکارا گپ زن. پیسگار به جای آخرین میرود. جای آخرین؟ آن در کجاست؟ موقع پنهان، جای نگهداری بایگانی بزرگ. بایگانی بزرگ؟ اینش چی باشد؟ تو ارکن کاندو را با 5-6 نفری دستگیر کرده مغلوب شده است میگویی؟ آدمانی بیرون از درون دیده هزارها مراتب زیادترند. آشکارتر گپ زن. یعنی آقای دادستان، در جای آخرین رویخطها 10,000 کارمندان احتیاطی ارکن کاندو با جای فعالیتشان نقشه های کارشان پنهان کرده شده است. کوبیگو در کجا جایگیر است؟ در بیکاس، بینی درختزار، زیر زمین. رویخط را چطور ما گرفته میتوانیم؟ رویخط در سیف مخصوص است. شما آن رویخطها را نگرفته، آدمانش را ندانسته، با 5-6 نفری دستگیر کرده اتان فکر میکنید که ارکن کاندو را از ریشهش نیست میکنید؟ بچه ها همه براه برایید. پیسگار را با بایگانی گرفته بیارید. خوب شده است جناب. آن سیف را چطور میکشایند؟ رمز دارد؟ در تشکیلات هر شخص به اندازه لازمه‌اش معلومات میگیرد. تنها یک چیز گفته میتوانم که آن سیف را به پیسگار کشادن نمیتوانید. اما باید بدانید که اگر آن روی خط را به دست بیارید، ارکن کاندو را از ریشه‌اش میکنید. مرحمت جناب، کسی نیست. الو سردارم، پیسگار در بیکاز به درختزار در آمد. یگان پیشروی هست آقای مظهر؟
چنانه که بران گفت در بیکاست به درخزار در آمده است. به فکرم شما پیسگار را هم دستگیر میکنید. احمد، یگید با بچه ها در راهند. تا آمدن آنها هوشیار باشید. خودتان رو نمایان نکرده هر قدمی پیسگار رو نظارت کنید. خوب شد از آقای مظهر. عملیات رو شروع میکنیم. حالا نه، آقای یگید رو انتظار میشویم. فهمو. احوال چگونه است؟ پیسگار همراه آدمانش به آنجا رفتند. از دنبالشان میرویم. ما چیکار کنیم؟ شما هم با ما بیایید. فهمو. رفتیم بچه ها. همینجاست. همینجاست. کشا. جناب، من به خطری را تأمین میکنم. با دقت باشید. یگان چیزی شبهناک که دیدید زود به من خبر دهید. در را خوب محکم کنید. خوب شده جناب. من اطراف را نظارت میکنم. با دقت باش. خوب شده است. یونانی ها وقتی گریختند تنها ازمیر را سوزانیدند. من تمام دولتتان را میسوزانم، به جهنم تبدیل میدهم.
کد رو گبزن میگویم گبزن. هرچی خواهی کردن گیر نمیگویم. خیلی خودم میدونم. کو اگر کشی هم نمیگویم. خود رو گبزن. گبزن. این آدم عصبی شود، از اداره بیرون می شود و همه کار دست میزند، ناگفته نماند. اگر گویی زنده میمانی دکتر رو جغ میزنیم، تو رو به بیمارخانه میبریم. اما اگر نگویی همین تیر را به سرت خالی میکنم. خودت دیدی که من چقی نمیکنم. نمیگویم، گفتم نمیگویم. نمیگویم. خیر میلش، خودت میدانی. خودت همین را خواستی. امروز در روبرویت قهرمان ایستاده است. خود را به دمی تیر پرتافته بر آن را نجات دادم. برای وطن جانم فدا باد. گپ بزنی یا اینکه پرانم، گپ بزنی یا اینکه نه. اگر گپ نزنی با جهنم میفریستمت. گپ زن میگویم. شد دیگه. شد. مالش مرو نکش. میگویم. آخر از اول میگفتی نمیشد برادر. بخشش عالی جناب پیسگار، وقتی ما رو هم نمیگرفتی. تیر هم نمیخوردیم ها؟ خیر کنی زود باش. 1876 1908 1980 1980. حسابی برعکس شروع شد. 30 دقیقه آخرین. دار ابله، تو ما را فریب دادی ها؟ تو با ما بازی کردی ها؟ اکنون تیر را خالی کنم ها؟ پرانم ابله، پرانم. این ابله ما را فریب داد. شما از اینجا بر آمده نمیتوانید. بعد از 30 دقیقه بمب میترکد. بر زمین این سیستم را برگردانیدن ممکن نیست. چی کاری نکنیم بیهوده است. در آهنین است. گبزن از اینجا چطور برایم گبزن؟ زودتر. با زبانی خودتون گپ میزنم نمیفهمید. از اینجا بر آمده نمیتوانید. هممون میترکیم. آخر راه یعنی میمیریم. جنابم تلفن ها. سبیل از آن من کار نمی کند. از آن من هم این کار میکند. از آن من کار میکند. زود زنگ زن. لبای آقای مظهر، متاسفانه در اینجا محکم شده. چی ها میگویی؟ یگون راهی برآمد ندارد. الو آقای مظهر، مرا میشنوید؟ آقای مظهر. الو یگید. الو مرا میشنوی یگید؟ مرا میشنوی؟ الو آقای مظهر. اکنون از من به کار در اومد. الو نجیب. الو آقای مظهر. مرا میشنوی نجیب؟ بلا زند. موج رفته می آید. احمد مرا میشنوی احمد؟ بعد از محکم شدن در از اینجا صدا هم نمی براید.
دیگر تو رو نمیشنوند. دیگر ایلاج نیست. از اینجا نمیبراید. این کار هم حل شد. زود به من متخصصی بمب سلیم رو همراه نیازی جیغ زن. اتحاد سردار. ای خدا، باید زود کاری کنیم. ما رو جیغ زدید آقای مظهر؟ نیازی، بچه ها در درون محکم شدند. انیخ است که به دام افتادند. زود به آنجا رفته آنها را صحت و سلامت بیار. خوب شده است آقای مظهر. رفتیم. 25 دقیقه دیگه. 25 دقیقه داریم. از اینجا برآمدن نمیتوانه. سردارم، با این کامپیوتر یگون کار کردن نمیتوانیم؟ کنی بین. حتما باید سنجیم. سردارم، با کامپیوتر چیزی شد. ضربه آخرین. ضربه آخرینش باز چیست؟ کنی زود گپزن. زبان ترکی شما از من هم دیده بدتر بوده است. آخر از نامش معلوم است. نمیفهمید. ضربه آخرین. با ما بازی نکن ابله و سوال جواب ده. ضربه آخرین چی معنی دارد؟ شما حالا دل ارکن کندو را در دست دارید. با دست خودتان دولتتان را به بلا گرفتار کردید. آن کامپیوتر عادی نیست. وقتی آن را به غیر من کسی دیگر کشاید، عملیاتی نقشه کشی شده شروع می شود. چی خیلی عملیات؟ بعد از 30 ثانیه کامپیوتر را به کار در آوردنتان 40 نفر فدایی به کار شروع می کنند. در 40 جای استانبول می ترکانند. یعنی شما فکر کردید که تشکیلات را نیست میکنید؟ تشکیلات دولتتون را به جهنم تبدیل میدهد. خانم، آخر از این پیشترم درخواست فرستاده بودم. یک لحظه انتظار شوید. من حاضر همش را از نظر میگذرونم. آخر چقدر دیگر انتظار شوید؟ چرا تا حال جواب نمیآید؟ کوشش میکنم که همش رو فهمم. من این حجت ها را میگذارم. مایلش. در این حجت ها همش قید کرده شده است. خواهش میکنم کار ما را زودتر حل کنید. مایلش. کمی دیگر انتظار شوم. جوابش زود میآید. مایلش، کوشش میکنم. محمد جان، تا خوراک وقت زیاد است. به کجا میروی؟ خدایا، او دیوانه شده است مگر؟ در سر شد. بیا زودتر میرویم. گفته هایم رو فراموش مکن. خیر، مایلش تا بازدید. تمامی سال دم گرفتیم. در 2 ساعت چه طرف به امتحان آماده میشویم؟ اهمیت نده. در حیات اینها چی لازمند؟ سلیما، با کجا میروی؟ حالا جواب سوال را نیافتیم. در حیات چی لازم است میگوید؟ او دیوانه شده است. اهمیت نده. اکا یکی از سبب‌های بند شدن رو این راننده‌های بی تجربه هستند. بله، راننده ها باید به دیگران احترام داشته باشند.
البته که حرمت و احترام خیلی کاری بزرگ است. باید یکدیگر رو حرمت کنیم. مثلا من در ماشین سیگار میکشم، اما وقتی که مشتری باشد نمیکشم. کنی زود فرا. تا جایی گفتم نرسیده این کو. فرا گفتم زودتر. توبه توبه، باز از حرمت و احترام گپ میزنی. محترم پیساگور، اگر صدای مرا شنیدید معلوم می شود که شما را دستگیر کردم. فکر میکنم که تمام کار حاجت به فرماندن نیست. تنها میخواهیم گوییم که خیلی غمگین شدیم. برای خدمت‌هایتون تشکر. کاپتان این آدم کیست؟ چی گفتن میخواهد؟ کو کاپتان میگویم. چنانه که خودت شنیدی مرا هم از بازی بیرون کردند. افسوس که آنها مرا هم استفاده کرده پرتافتند. از اول معلوم بود. آنها کیستند آنها میگویم. کو کاپتان ایستایگید. آنها رو بعد میابیم. اول از اینجا برایم. من راه برآمد رو میکابم. شما باشید. کوشش کنید که با بیرون در تماس شوید. چی طور سردارم؟ چی طور آخر؟ چی طور؟ یک دقیقه با سرم یک فکر اومد. مادام این کامپیوتر با بیرون خبر میفرستند معلوم میشود که با اینترنت پیوسته است. بله راست میگویی. کنی به خیری نویسید. شاید به ما فایدهش رسد. مگر از خیری فایده میرسد؟ وقتی صحت بود فایدهش نمیرسید و اگر فایدهش میرسد مگر؟ کنی سنجیب جورا جان؟ مالش زودتر. خیری؟ صحت شده خیری؟ یگون خواهش داری؟ وطنمون آباد بود آقای مظهر. این صدای چیست؟ از کامپیوتر برآمد آقای مظهر. با کسی صحبت میکنی؟ برای وقت رو گذراندن آقای مظهر. التماس نرنجید. مایلش زودتر صحت شو. تو با ما در کاری. به من نمیشود آقای مظهر. میدونم. خیر من رفتم. خدا شفا دهد. تشکر آقای مظهر. تشکر. او خیلی آدمی بزرگ است. اکای ممدو به من خبر فرستاده است. ای خدا جان در کجایم؟ دراز کشیده خواب میروم. اصلا تو در کجایی؟ سرمون به بالا گرفتار شده است. ما را در بایگانی محکم کردند. باید زودتر رقم IP کامپیوتر را یابیم. این برای من بازی چست. چی می نویسد دوستم؟ برای من بازی چست میگوید. تمام پیامک های از این کامپیوتر فرستاده شده رو یافته به ما خبر ده. مایلش. ای من با شما گفته بودم این عاطفی کلک با یک طوری موی من نمیارزد. ای شد خیری کار رو آغاز کرد. کاش که زودتر حل میکرد. بیهوده عذاب نکشید. به شما گفتم که از اینجا برآمده نمیتوانید. نه از اینجا میبرایید و نه به بمب ها مانع میشوید. به من گوش کن. آن 40 نفر کی هایند آنها گپ زن. این رو من هم نمیدانم. کامپیوتر به طور اتوماتیک انتخاب میکند. یک نوع قره پرتایی است. الو ممدو. آقا مظهر ضربه آخرین. الو ممدو ضربه آخرین گفتی؟ ممدو ضربه آخرین گفتی؟
ضربه آخرین گفت؟ بله. عجبا چی گفتن میخواسته باشد؟ خوبش از بران پرسیم. با بران صحبت میکنیم. شاید او یگون چیز گفته تواند. ای خدا، در اینجا محکم شدیم، زنجیر بند شدیم. ما نباید تسلیم شویم، نباید تسلیم شویم. 20 دقیقه دیگر موند. بچه های شما چی کار کردن؟ با اینها علاقه زود کنده می شود. با یک عذاب ضربه آخرین گفتنشان رو شنیدم. ضربه آخرین چی بوده میتواند؟ به فکرتان یگان معنای دارد؟ چرا نه آقای دادستان؟ از نامش معلوم است ضربه آخرین یعنی ارکن کندو ضربه زده میبراید. یعنی چی کار میکنند؟ ترکیه را به معنای اساسیش به جهنم تبدیل میدهند. یعنی آن 10,000 نفر کارمندان ارکن کندو به فعالیت میپردازند. یعنی در 40 جای گوناگون استانبول در یک وقت 40 بمب میترکد. کی میترکد؟ مادام شما ضربه آخرین را فهمیده باشید، بمب ها کی ها فعالیت را آغاز کردند. یعنی وقتتان کم مانده است. خوش آمده دادا. خوش باش پسرم. امروز بر وقت آمدی، بخیر است؟ روزی بزرگ فرا رسید زهرا. بیا پسرم، به حجرت گذاریم. مایل شوچه جون. زهرا، جزدان ها رو بیار. مرحمت. آقای نیازی، تست رفتن نمیتوانیم. خوب شد است آقای سلیم. خیری کجا شد؟ کاری خیری زودتر. چه کار کردی خیری؟ آکا جسته ایستادم. شما از اینجا رهایابت هم با ترکش هم مانع شده نمیتوانید. حالا میبینیم. آکا با فکرم پیامک ها رو یافتم. با فکرم خیری چیزی یافت. زودتر خیری زودتر. یک بار یک کاری خیر کن خیری، زودتر زودتر.
با که فرستادنش رو معاین میکنم. چه خبر؟ آفرین خیری، کاری خوب کردی. زود باش. خیری تو پیامک ضربه آخرین رسیده است. حاضر قبول کننده های پیامک رو می‌یابد. 10,000 نفر را چی طور مانع می‌شوید؟ البته با کمک خداوند جناب پیسگار. ака ёфтам аз ин компютер 10,000 паёмак фиристодам. аз инҳо 40 ададаш матн дорад, боқӣ мондааш холӣ аст. آفرین خیری، آفرین. аммо ака зуд шодӣ накунед. муайян кардани холӣ будан ё набуданашон вақтро мегирад. تو از عهده‌اش میبرای خیری، کوشش کن. چی میگوید؟ چه خبرها؟ کمی دیگر وقت لازم است میگوید. چی شد؟ خبری آمد؟ متاسفانه نتوانست است. نه خدا، برای در اینجا مردنم غم نمیخورم. برای آنکه صد راهی کشتاری هزارها آدمان شده نمیتوانم غم بخورم. خدایا با ما کمک کن. التماس خدا جان کمک کن. خدایا خداوندا، خدایا خداوندا. توسط اپراتوران TCL گوش کنید. تمام گفته هایی که کلمه های کلیدی دارند تعقیب کنید. تمام کوچه های شهر را نظارت کنید. هر یک خبر را تفتیش کنید. کنی بچه های یگان چیز گوید آخر، یگان دلیل یابید
کنی زودتر. جناب متاسفانه چیزی یافته نتوانستیم. تروریستان توسط خط محافظتش مستحکم و باورناک تعقیب نشونده صحبت میکنند. یعنی چی؟ در اینجا همین طور میشینیم هیچ کار نمیکنیم، ترکیدن بمب ها رو تماشا میکنیم. هیچ نباشد 10 بار با آقای ما سرگوییم، همدیگرمان رو ببخشیم. بله زنگ زنید، شاید کار کند. تلفن کار نمی کند، موفق شده نمیتوانیم. همه یک جا دعا کنیم. پیامک هشکودو شد وقتی ترکندان رو گویه دخیر. خداوندا پروردگارا گناه های ما رو ببخش، وطن و ملت ما رو حفظ نما. به ملتمان عافیت، یگانگی و آرامی عطا کن. برای در راه خیر استفاده کردنی قوتمان مدد کن. التماس خدا جان به ما کمک کن. تو دور کننده غمانده و شاد کننده دل ها هستی. دعای کار افتاده ها را قبول میکنی. تنها به تو پناه میبریم و تنها از تو یاری میطلبیم. آمین. 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 با کامپیوتر چیزی شد. کامپیوتر با فیدایی ها پیامک آخران رو میفرستد. خوانده میتوانی دوستم؟ متاسفانه نیجورا جان. ака тамоми шағолҳоро дар як автобус шинонданд. 40 бомба бо фидоӣ дар як автобус аст. ҳамаашон ҳамдигарро метарконанд. рафиқан, хайри аз уҳдаш баромадааст. хайри аз уҳдаш баромадааст. ака ин усулро аз бозӣ омӯхта будам. ана бинед ба кор омадам. офарин хайри, офарин хайри, кори хуб ба анҷом расонидӣ.
ایسته جو چی گپ است؟ نکنید این دام است ایسته نکنید این کار را این دام است من هم فیدوی دیوانگی نکن این دام است ما همه فیدوی همین مسئله کردم این اتوبوس رو متر کنم با من گردار نشه بهش فرمان همین است ایستو نکن من هم فیدوی ام من چی کار نمی‌کنم این دام است کاری نکن اکنون خواطر نمیشوم مادام خیری از عهده این کارها با تنهایی براید میمیرم هم غم نمیخورم عیناً همینطور سردارم من هم سردارم من هم بهوده خرسند نشوید اصلا برآمده نمیتوانید تو ما را کی گمان کردی آقا اصلا اگر ما خودمان نجات یابیم و مردممان بمیرد آن وقت ما خودمان را نمیبخشیم فرق ما و شما همین است ما اول برادرمان را فکر میکنیم شما باشید همیشه خودتان را برای همین همیشه باید بای دهید اگر زنده مانی هم بای میدهی حاله راست میگوید این کارو نکن خواهش میکنم این کارو نکن خواهش میکنم وقتی نباشه من این برو بهتر کنم این کارو نکن این کارو نکن زیستا این کارو نکن آروم شو نکن اتوبوس رو داره موفق شدیم رفیقان بمب ترکید و لیکن بمب در دستشان ترکید یگیتا شیرینه راستی خیری آفرین 1 دقیقه موند اکنون به درد خودتان بگیرید بمب اساسی 9 متر کرد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ترکیش خیر نجات یافتیم؟ با خدا نجات یافتیم سردارم این کار در همینجا با آخر میرسد روی خط هم در دستمان است اکنون در رشته ارکن کاندو تبر میزنیم خب میرویم خبرنگاران محترم هم ملتانی عزیز تشکیلات ارکن کاندو قریب 200 سال باز قوه ملتمان را مکیده برای دولتی با قوت شدنمان مانع می شد ما را غلام سیاست خارجی ها کرده
نمیگذاشت دولتمان نفسی آزاد کشد. دولتمان را درون به درون سوزانده از بین بردن میخواست. اما صد شکر این گروه را ریشه‌کن کردیم. با کوشش و غیرت‌های شبانه روزی کارمندان حفظی حقوق ما توانستیم اعضاهای گروه ارکن کاندو که در وظیفه‌های مختلف اداره کنی دولتی کار نموده با استفاده از موقعشان به مردم ظلم میکردند دستگیر کنیم. بخصوص شعبه مخصوصی استخبارات با مقام، پول و مال و آبرو تلاش نکرده تنها به خاطر خدمت به خلق و وطن و آینده دولت جد و جهد نمودند. جنابان، شما جانتان را سپر نموده با مرگ دست به گریبان شدید. از ناحقی ها، تهمت ها و ضدیت ها روحتان را نشکسته کارتان را دوام دادید. به شما برای چنین خدمت های شایسته اتان هر قدر تشکر گوییم هم کم است. سخنها کافی نیستند. سلام شیر بچه ها. با محبت به خانه خودت خوش آمدی پیکس. این رو بینا. با دستگیر نمودن و به عدالت تسلیم نمودن این دشمنان ملت و نجات آینده فرزندانمان هر قدری افتخار کنید کم است. تشکر جناب، ما را سرفراز گردانیدید. این دشمنان خلق را با استفاده از راه‌های قانونی به نزد عدالت تسلیم کردیم. اکنون گپ در سر حکم بی‌غرضانه است. در کوتاه‌ترین مدت سود حکمش را می‌برارد. در دایره قانون تفتیشات را دوام می‌دهیم. گناهکاران را جزا داده بیگناهان را زود آزاد می‌کنیم. برای خدمت‌های کرده‌تان به هر یکی شما اظهار منتداری بیان می‌کنم. موفقیت‌های بردوام آرزو می‌کنم. حقتان را حلال کنید. حلال باشد. حلال بود. این را باشد با سری بلند گفتن می‌خواهم. این دفعه بچه‌های ما موفق شدند. این گپ باشد برای داننده‌اش. مرحمت جناب. تشکر. وای وای، یعنی تمام شد ها؟ و خدا رسما تمام شد. خیر، اکنون چیکار میکنیم؟ من یک فکر خوب دارم. یک جای با انتالیا رویم چی؟ ها؟ این طور آزر رفته یک سیخ فرصت نفس راست کردن هم رسید. خیر اکنون نون را از کجا میخریم؟ حالا همه مغازه ها محکمند. مگر تو پلیس نیستی خیری؟ حجتت را نشان داده اگانتش را میکشوی؟ بله راست میگویید. حجت رو برآورده نشان داده نان میگیرم. خیری در دستت یک چیز بود کو آنها اینطور میداشتی. سیاد شد. گذشت. حاضر تو این خیل میکنی من باشم این خیل. سردارم شما رفتن گیرید، من بدتر میایم. میلش حاضر نکنی. حاضر نکنی. دار وقت حاضر نکنی. بیایید باز خودم مدر نکنیم. خیر سردارم. خیر راهی سفید سردارم. خدایا صد شکر که ما را به این روزها هم رساندی. صد شکرم.
زیادی را نجات دادیم. میدانم خطاگی زیادی کردم. اما چی کار کنم؟ مجبور بودم. مرا عذاب دادند. خیلی عذاب دادند. تنها تو را دوستم می شماریدم. اما فهمیدم تو برای جوان مرد نه. تو تنها برای ترسانچک دوست شده می توانی. کاش چشم داشتی و میدیدی. برای انسان از این دیده سلاحی بزرگتره نیست. در این عالم از قلبی پر از ایمان دیده سلاحی بزرگتره نیست. تو به من همین را آموزاندی. خدایا به این سرزمین چنان عافیت نصیب گردان که من دیگر اصلا به دستم سلاح نگیرم. هر قدر گناه کرده باشم هم ببخش. خدایا گناه های مرا ببخش. خدایا به درگاه توبه میکنم. به درگاه توبه میکنم. شاهد باش خدایا. توبه میکنم خدایا. توبه مرا بپذیر. کلی باشو طبقه رو با من دید. من دسترخوان رو آماده کنم. رحمت سردارم این را در اینجا گذاشتم. چیکار میکنی؟ باز کارا رو کردی؟ این کس تلویزیون را از کجا میفهمد؟ آخر یک طرفی صد من خودم ساز میکنم. گفتم خیری تو یک دقیقه خدمت را گی. خیری او چی کار کرده است؟ باز سیخ کباب آماده میشود. ولی میکنه کیگید کجا شد؟ لازم میاد. جناب شام بخیر. سلام. نیازی چی حال داری؟ برور سر کرده؟ حالا سر نکرده. ببینم جا شده شیر بچه. سلام شبیه از گلوی ما نگذشت میگویم اما خیری ما رو دروگوی میبرارم. کاری آخرینت خیلی عالی جناب بود خیری. آفرین خیری من. آفرین خیری من. انا گو خیری من گو. چونی زیاد دارم بازی من گذاریده با پیش سرگو نپرتوی. من استای این کار هستم. سردار آقای مظهرم آمده. مگر این طور می شود بی حافظ توی را آماد کرده. آقای مظهر اینجا گناهی خیلی طاقت نکرده به گوشت هجوم کرده. من کاری نکردم. سردار باشد گناهی او را پوشانیم بودد مرا خوردند. اینا همین طور است آقای داشتم. بینندگان گرامی، دعوای ارکن کندو با حادثه های مدهش به آخر می رسد. هر روز از کسب و کارهای گوناگون نفران زیاد دستگیر می شوند. خبر می دهند که شماره دستگیر شونده ها به هزارها نفر خواهد رسید. یعنی تمام شد. تمام شد آقای مظهر. تمام شد. صد شکر تمام شد. چنانه که سروزیرمان گفتند این دفعه بچه های ما موفق شدند. بیایید بچه ها بستری دسترخوان. دادا دادا صورتگیرک رو آماده کردم. صورت میگیریم بعد نگاه کرده به خودیر میوریم. یعنی بعد مردنی ما گفتن میخوایی ها؟ این طور نگوید خوب دادا. حالا روزهای خوب در پیش است دادا جان. واقعا بچه ها روز میگن سردارم.
بیاید رسم گیریم واقعا خاطره خوبی بشود صورتگران هم آماده کردن خیلی کی رسم میگیرن؟ من میگیرم من میگیرم بیا رفته باشم مایلش رفته مرحمت آقای مظهر بیاد آقای مظهر بیاید از اینجا بیاید آقای ناتیتا بیا دخترم بیا پسرم خیری دستگاه رو آماده کن و زودتر بیا اکه استید مرا انتظار شویده زودتر بیا خیری زودتر بیا زودتر آمدم زودتر خیری آخر صورتگیر تو که آخر خیری بیا خیری نغمه نکن زودتر بیا زودتر بیا بخنده آماده باشید ای گوشت سوخت